با سلام و درود خدمت همه شما عزیزان. مبحث امروزم در مورد درده. اصولا یک چیزی که از بدو کودکی آگاه سازی و فرهنگ سازی صورت نگرفته و انجام نشده، موضوعیه که خیلی وقتا ما از روی ناآگاهی، از روی ندونستن درد بقیه رو کوچیک میشمریم. این که چون اون دغدغه طرف، درد طرف به نظر ما چیز بزرگی نیست، خیلی ابراز هم دردی نداریم و شاید خیلی وقتا خیلی جا به سخره گرفته بشه، در صورتی که هر کدوم از ما که به دنیا میایم تو خانواده های مختلف، با ظرفیت های مختلف، با احساسات مختلف، استعدادهای مختلف به این دنیا پا میذاریم و خب این تفاوت دیدگاه ها توی سختی های زندگی هم هست. به عنوان مثال یک فردی که عزیزش رو از دست میده 200 واحد درد و 200 واحد استرس رو داره تجربه میکنه و از یک طرف هم یک بچه 5 ساله رو میبینی که داره بازی ویدیویی انجام میده و یه قوله، یه مرحله رو نمیتونه رد کنه، چند بار تلاش میکنه نمیتونه رد کنه و میبینیم که این کودک داره 220 واحد درد و استرس رو تحمل میکنه. اون که عزیزش رو از دست داده 200 واحد، این 220 واحد و این یک واقعیت. این مثال حالا ما اگه بخوایم این دوتا چیز رو بذاریم کنار هم مقایسه کنیم، خب شاید به نظر اون یکی خنده‌دار بیاد، اما خب از دیدگاه هر کدوم که نگاه کنیم به نظرشون دارن درد و استرس زیادی رو تجربه میکنن و بر اساس اون داده های علمیش اون کودک حتی بیشتر. این یک مثالی بود که میتونستم توی زمینه بزنم. امیدوارم توی این روزگار عجیبی که هممون داریم میبینیم و تجربه میکنیم همدلی، همدردی خیلی بیشتر و بهتر بشه. مرسی از وقتی که گذاشتید واسم. شب و روزتون بخیر.